بعدا در این کار البته رهبری دولت، البته جمعی مقامات هایی که همیشه شب روز برای آسودگی این مردم دستیاری دراز میکنند و همچنان پیشنهادهای نیک میکنند. خدای مهربان تنشون صحت، ایمانشون باز هم کامل و خاتمهشون بخیر و در این کار ثواب الله مهربان در نامه اعمالشون اجر نویسنده بگرداند. علل خصوص همین پادشاهی که امروز بالای سر ما و شماست، این جهادی که این پادشاه ما و شما کرده است، چی در قزاقستان، چی در مالزیا، چی در امریکا، که اسلام را شما با تروریسم ارارش نکنین گفتن. این سخن یگان شیخ عرب نگو بلکه پادشاه ما و شما گفت. شما تمام دخترها را فهمانید، اونایی که حجاب به سر میکنن بعضن و میکنن پیش از